خب سلام. من دوباره برگشتم. میریم که داشته باشیم قسمت دوم ویدیو عکسای مکزیک رو. باز هم دوباره معذرت خواهی میکنم، همه چی افقیه و دوباره یادآوری میکنم که من 3.5 سال پیش اصلا فکرشون نمیکردم که قراره یه روزی بشینم با این عکس‌ها ویدیو درست کنم و اینکه باید فرمت یوتیوب رو رعایت کنم، باید به صورت افقی باشه، ولی خب اکثر عکس‌ها به صورت عمودی هستن، ولی شما به زیبایی خودتون و به زیبایی چشمان قشنگتون منو میبخشید. خب این الان تو موقعیتی بودم که یه چیز جدید رو کشف کرده بودم، گوشیمو گذاشته بودم رو صندلی. خوشم اومده بود از این مدل‌های مختلفی داشتم با خودم عکس میگرفتم. منتظر بودم که دوستم و همسرش و پسرش که وقت دکتر داشتن بیان و من از این فرصت طلایی و آفتاب زیبای دلانگیز و هوای پرفکت نهایت استفاده کردم و افتاده بودم به عکس گرفتن از خودم. میزبان من یکی از بهترین دوستای توی زندگیم بود، همسر بسیار دوست داشتنیش، پسر گوگلی منگولیش که اون موقع 7 ماهه بود و هاپوشون به اسم اسکای. یه 78 روزی من منزل ایشون بودم. براتون آرزوی داشتن همچین دوستان با معرفت و مهربون و دوست داشتنی رو میکنم. و توی این مدت این دور و بر شهر کرتارو رو من چند جا رفتم و گشتم واسه خودم و یه دوست عزیز دیگه رو پیدا کردم و ایشون منو به تمام مکانهای دور و بر شهر کرتارو که در فاصله نزدیک بودن، بالاخره هر چند روز یه بار ما یه تور خیلی عالی و خوبی هم داشتیم. تونستم بالاخره موقعیت پیش اومد که بتونم شهر دیگرم ببینم. اینجا که همجوری که زیر بیشتر عکس و توضیحات کوتاه نوشتم، داونتاون کرتارو، رنگ و غذاهای خوشمزه و آبجو خوشمزه و همه اینا خیلی خیلی مشهود بود. آب و هوا که اصلا عالی بود، یعنی هوای 24-5 درجه دیگه اصلا دیگه پرفکته دیگه، همونطور که در جریان هستیم. همچنان توی داونتاون واسه خودم میچرخیدم، از این ور به اون ور، از اون ور به اون ور، از همه چی عکس میگرفتم. همه چی برام جالب بود، همه چی برام جدید بود، همه چی برام هیجان انگیز بود. این آبجو که مشاهده میکنه احتمالاً 0.5 لیتره. احتمالاً موفق شدم که بنوشمش. و این رستوران خیلی گوگلی بود، بالکنش خیلی بامزه بود، فقط به اندازه مثلا اینا اینقدره، ببینید چقدر بامزه است، به اندازه که انگار فقط 2 نفر مثلا بشینن. بعد یه هیچی از گشتم از خودم این ور و اون ور، یه سری از میوه‌های خوشمزه که مربوط به اون قسمت از کره زمین میشه عالی بودن. مرکز خرید دوست عزیزم دیگه براتون بگم که هیچی دیگه، من بسیار روزهای خیلی قشنگی داشتم، خیلی بهم خوش گذشت توی کرتارو، خیلی خیلی عالی بود. غذای مکزیکی هم که تاکوس حتما دیگه هر کس رفت اون طرف باید امتحان بکنه. پاستاهای خوشمزه اینا البته یه جای دیگه است. همچنان توی شهر گشتیم. روز بعد دوستم پاستاهای خیلی خوشمزه خونه درست کرد. عشق من کاکتوس خیلی خیلی عالی بود. اولویه سروش پز اینم خیلی عالی شد. یه روز هم رفتیم تاکستان که باغ انگور ایناست و از همون رستوران بغلش هم، یعنی رستورانی هم که توی باغ بود، شرابای خودشون بود، یعنی از باغ می اومد. خیلی چسبید و به ما خیلی لذت بخش بود و خلاصه دوست داشتیم و فلان و اینا. دیگه شما رو با ادامه عکس‌ها تنها میذارم. این سری عکس‌ها دور و بر منزل دوستم هست که زندگی میکردیم توی اون محوطه است، توی اون منطقه است. هر روز خودم میرفتم پیاده روی رو از هر چی که میدیدم عکس میگرفتم. به نظرم میومد همه چی جالبه. کاکتوس‌ها که دیگه اصلا کلاً عشق من بودن. آشپزی هم تا دلتون بخواد توی مدت کردم دیگه، لذت میبردیم. و اینجا یک دریاچه مصنوعی بود، یه دریاچه مصنوعی بود و بسیار زیبا.
و ادامه داره عکس ها همچنان دیگه. یا عکس غذا میبینید یا عکس آقای اسکای که داره لذت میبره از زندگی، یا صبحونه مکزیکی، تخم مرغ، لوبیا خیلی، لوبیا و ذرت خیلی زیاد استفاده میکنن. اینجا بسیار زیبا بود تولانتونگو، یه سری استخرهای کوچولوی طبیعی، اصلا ویوش عالی بود، بسیار بسیار زیبا بود. وای کاکتوس عالی هن اصلا. خلاصه که این هم از عکس های بعدی. همچنان در تولانتونگو هستیم، یه شب اقامت داشتیم تو هتل و دیگه روز بعدش برگشتیم. همه اینا در فاصله مثلا 1-2 ساعت از کرتارو بود، خیلی دور نبود، شهر دور و بر که با هم دیگه میرفتیم. دوستم که باش آشنا شده بودم من این طرف اون طرف میبرد، خیلی جاهای دوری نبود، همه در فاصله نهایت حالا 1-2 ساعت از کرتارو بود. خلاصه که این هم از اینو. هوا که دیگه اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوین دیگه. اکتبر دیگه، اکتبر نوامبر دیگه، اکتبر. بسیار این استخرها خیلی خوب بودن، کوچولو استخرها با یه ویو خیلی عالی و خوبی از اونا میداشتم که متاسفانه توی عکسام نیستش. غذام که دیگه نگم براتون دیگه، کلا زندگی خیلی شیرین و خوشمزه بود. و این هم همچنان همونجا هستیم، یه سری توی قار و اینا استخوای چیز داشتن، جاهای تفریحی و بالاخره خوب بود، خیلی بسیار عالی بود. یکی در میان عکس غذا گوشتام میشون 3 وعده غذایی باید بخوریم، غذا دیگه. هتل هم خوب بود، اوکی بود، هیچ مسئله خاصی نبود، همه چی عالی بود. و اینکه ادامه بدین به دیدن عکس‌ها و من که همچنان دارم لذت میبرم از این طبیعت زیبا. یعنی تو آب باشید، یادت کوها و صخره‌های بلند، اصلا یه حس و حال خیلی عجیبی بود و بسیار لذت بخش بود. و این پلم که خیلی باریک و اینجوری لرزان مرزان بود و بالاخره فکر می‌کنم که جرأت کردم از روش رد شدم، خیلی هم ترسناک نبود، اوکی. و من که همچنان دارم لذت میبرم، شما رو با ادامه عکس‌ها تنها میذارم. پایین تک تک عکس‌ها بیشتر جاها اسم شهری که رفتم و نوشتم. و دیگه این که مثل ویدیو قبلی حتما بهتون پیشنهاد میکنم که اگه امکانشو دارین سفری به مکزیک داشته باشین. این باز یه شهر دیگه است، پنیا د برنال، باز یه شهر دیگه است. اونجا یکی از تک صخره‌های، یکی از بلندترین صخره‌های بلند حالا دنیا، 400 خورده متر بود. یه طول یه روز هم اونجا رفتیم، یعنی مثلا صبح رفتیم بعد از ظهر برگشتیم. این آبجو رو حتما باید بنوشید رفتید مکزیک، بسیار بسیار حال داد، خیلی خوب بود. اینا کاکتوسه که من خوردم کاکتوس خیلی استفاده زیادی داشت، کاکتوس رو کباب میکردم، خیلی بامزه بود، خوشمزه بود. ما موفق شدیم به اون بالای صخره برسیم و خلاص یه سری عکس برای خیلی خوب بود، خیلی پیاده روی و کوهنوردی و صخره نوردی خوب بود و هوا هم همچنان یاری میکرد دیگه، بسیار لذت بخش بود. دخترای مکزیکی گرم و صمیمی که باشون عکس گرفتم، روی کاکتوس‌ها یادگاری نوشته بودن. اینم که خب طبیعتاً صنایع دستی و هنرهای اون منطقه و اون ناحیه بود که خب تو غرفه‌های مختلف تو مسیر آدما هنراشون رو میفروختن و طبیعتاً که خب مواد غذایی هم که همیشه هست دیگه، پای ثابته دیگه جونم براتون بگی که ادامه بدید به دیدن عکس‌ها، امیدوارم لذت ببرین و امیدوارم فرصتشو داشته باشین روزی به مکزیک سفر بکنین و به اندازه من لذت ببرین. اگر هم دوست نداشتین دیگه منو ببخشین، ولی دیگه همین دیگه. شما رو با دیدن ادامه عکس‌ها تنها میذارم.
و اینکه فقط توی این ویدیو همه تموم نشد، همه عکس و فیلم ها، یعنی عکس فقط دارم متاسفانه، مثلا فیلم ندارم، تموم نمیشه و به اندازه یه ویدیو دیگه از کرتارو و شب آخر اقامت من در مکزیک که یک شب توی مکزیکو سیتی پایتخت بودم، دوباره به اندازه یه ویدیو عکس دارم که اونم به زودی درست خواهم کرد و میرسم خدمت شما. و این که دیگه همین ماچ و بغل و بعدش هم که میبوسمتون و تا ویدیو بعدی قسمت سوم و آخر مکزیک، هر جا هستین حال دلتون خوب باشه.